سلام دوستای اینفینیتی، اومدیم با یه دستگاه خفن از برند شیائومی مدل ردمی نوت 13 پرو پلاس 5G. بریم این دستگاه رو باز کنیم و از مشخصاتش بهتون بگیم. البته این دستگاهی که داریم باز میکنیم نسخه 12 گیگابایت رم و 512 گیگ حافظه داخلیه. خیلی خوشحال میشم چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهامون با خبر بشین. معمولا دستگاه با گارانتی 18 ماه عرضه میشه. باز قیمتیش هم تقریبا تو رنج 22 تا 23 میلیون تومنه. خب در جعبه که باز میکنیم کارتون اولیه که یه جعبه سفید رنگیه که لوگوی شیائومی روش حک شده. معمولا توش پوستر و کارت و بروشورهای تبلیغاتی این برند توشه. تو اولویات یه سوزن اجاک طبق معمول خب تغییرش نداده، همون کیفیت قبلی که تو بقیه مدل های گوشیش قرار داده شده تو اینم هست. بروشورهای تبلیغاتی که نحوه ستاپ کردن دستگاه رو آموزش میده. گزینه بعدی گاردشه که خب نسبت به دستگاه های قبلی تغییر کرده که از حالت ژله‌ای به حالت سیلیکونی فشرده در اومده که خیلی با کیفیته. من حتی انگشتام هم روش میکشم آنچنان خط نمیافته. بیرون زدگی ماژول دوربین هم تا حد خیلی زیادی رو پوشش میده. میریم سراغ خود دستگاه. به به، رنگ سفید رو انتخاب کردیم برای آنباکس. جذاب بودن پنل پشتی رو میبینیم که با کیفیت خیلی بالایی ساخته شده و از جنس شیشه و پلاستیک. بیرون زدگی ماژول دوربین هم به حدی هست که شاید خیلی از کاربرا دچار مشکل بشن، ولی خب درش دیافراگم خوبی داره و در نهایت عکس‌های خیلی خوبی رو براتون ضبط میکنه. حاشیه صفحه هم به اون صورت نیست که اذیتتون بکنه و تو انتخاب گلس زیاد دچار مشکل نمیشین. از پایین شروع میکنیم. اسلات سیم کارت، میکروفون، درگاه تایپ سی و اسپیکر. سمت چپ دستگاه چیزی نیست، یعنی چیزی روش کار نشده. بالای دستگاه به ترتیب اینفرارد، اسپیکر و مادون قرمز. سمت راست دستگاه دکمه پاور و ولوم رو داریم که با توجه به فریم فلزی کیفیت ساخت خوبی داره. میرسیم به اصل داستان. یه آداپتور غول پیکر 120 واتی که دستگاهتون رو در عرض 25 دقیقه از 0 تا 100 میرسونه. یه خروجی USB که معمولا محصولات شیائومی با رنگ نارنجی تفکیک شده. کابل با کیفیتش که تقریبا طول 120 سانتی متری داره و با رنگ نارنجی نشون دهنده ولتاژ بالا و سوپر فست شارژ بودن این محصوله که همیشه با کیفیت ساخته شده. در ضمن منتظر بررسی این قول میان رده باشید.